داستان از این قراره که دو تا از مشتریای با سلیقه دو تا رکاب برام فرستادن که یه دونه عقیق سرخ طبیعی براشون رو رکاب بذارم لذت ببرن. به گفته خودشون اینقدر عقیق سرخ طبیعی بهشون انرژی میده که حالشون هر روز خوبه، حس خوبی بهشون میده. شما هم دنبال سنگای طبیعی باشید. این راف خوشگل خور خراسان رو برش زدم که پرچم بچهای بیرجن، خراسان جنوبی، خور همه رو ببرم بالا. نظرتون رو حتما بچهای خراسان این زیر پست برام کامنت بذارید که پرچم اساسی بره بالا. رفتیم برای تراش این دوتا کار برای دوتا مشتری با سلیقه. آخر کار باید با هم دیگه ببینیم، لذت ببریم. مشابه این کارا خیلی سخت بازار پیدا میشه. فقط سنگ طبیعی بهتون انرژی عجیبی میده. دنبال سنگ طبیعی باشید. از کسی خرید کنید که مطمئن باشید بهتون سنگ طبیعی میده. عقیق طبیعی کار میکنه. به این میگن عقیق سرخ طبیعی خور خراسان. پایان کار دو تا انگشتر فوق‌العاده زیبا درست شد، به پایان رسید که مشتری به دستش برسه مطمئنم لذت خواهد برد. مبارکتون باشه، لذت ببرید. دمتون گرم که همراه ما هستین. نظر خودتون رو برام کامنت کنید.